قانون شکرگزاری دیوانه کننده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لئن شکرتم لازیدنکم. میگه اگه شاکر باشی برات زیاد میکنم. چی رو زیاد میکنی؟ نعمت رو. نه خیر، نعمت همینه، خونت همینه، خونت اضافه نمیشه. قلبتو بزرگ میکنم، انقدر بزرگت میکنم خونت کوچیکه حالت خوبه، بچت معلول حالت خوبه، ماشینت کوچیکه حالت خوبه، تو بزرگ شدی، تو رشد میکنی. لازیدنکم، تو میتونی دیگه لبخند بزنی به آنچه که داری، حالت خوب کن، نه آنچه که قراره بعداً بیاد، اونی که الان هست، به همین خونه، به همین بچه، به همین میز، به همین میکروفون. میگن چیزا رو با شکر کنی که عادت کردی بهش، عادی شده، نه اینکه نعمت کمیه. نعمت که عادی میشه شکر از بین میره. چی کار کنم که از زندگیم لذت ببرم؟ 3 جا زیاد برید: بیمارستان، زندان، قبرستان. بیمارستان رفتی، نگاه کن به مریضا، مخصوصا بخشای ویژش، بگو خدایا شکرت، هیچ دارایی بهتر از سلامتی نیست. زندان رفتی، بگو خدایا شکرت، هیچ دارایی بالاتر از آزادی نیست. قبرستان رفتی، بگو خدایا شکرت نفس میکشم، این زمینی که الان روش راه میرم قراره که سقف من باشه. حواست به خودت باشه. اگه میخوای از زندگیت لذت ببری، به دارایی های خودت فکر